با اقدام تشکیلات EWB و سفارت آمریکا در تاجیکستان در مکتب بین المللی کانتاکت شهر اصفهان با مقصد تکمیل اختصاص و بازآموزی آموزگاران زبان انگلیسی مؤسسه‌های تعلیمی شهر سمینار آموزشی برگزار گردید. چاره‌بینی را دیرکتور مؤسسه نادژدا میلنتی افتتاح بخشیده راجع به ماهیت و هدف‌های برگزاری سمینار مذکور و همکاری‌های مکتب بین المللی کانتاکت با دیگر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی اینچنین تشکیلات‌های بین المللی در سمت تکمیل ملکه کسبی آموزگاران ساحه ابراز اندیشه نمود. او از جمله گفت که در جامعه کنونی نسبت به آموزش زبان‌های خارجی روز به روز طلبات زیاد شده ایستاده است. امروز خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمات عمومی و دانشجویان دانشگاه‌های عالی در خارج کشور تحصیل علم می‌کنند و سطح زبان آموزیشان را بلند می‌بردارند. در اساس زبان دولتی خود آموزش زبان خارجی آسان می‌گردد و جهانبینی را وسیع و امکانات‌های نو را می‌کشاید. نماینده تشکیلات EWB در ولایت سوخت منوره ظریفова تاکید داشت که هر یک عائله پدر و مادر و حتی خود فرزندان درک کردند که به آموزش زبان خارجی از جمله زبان‌های انگلیسی، روسی و آلمانی اهمیت می‌دهند. آموزش زبان برای انسانی که می‌خواهد جهانبینی‌اش را وسیع گرداند مهم است. امروز برای نفرانی که می‌خواهند زبان را به پرگی از خود کنند و از رویدادهای نوین با خبر گردند امکانات‌ها زیادند. آموزش زبان خارجی برایشان امکانات‌های زیادی را در بابت آموزش و سیاحت در خارج کشور پیش می‌آورد. برای نسل نو و جوانانی که می‌خواهند جهانبینی‌شان را وسیع کنند و در کشورهای جهان برای صیقل دادن دانش خود تحصیل کنند از خود کردن زبان حتمی است، زیرا دانستن زبان برای آینده نیک آنها مفید است. بعداً کار سمینار در سمت آموزش اصولهای معاصر تعلیم زبان انگلیسی با سخنرانی آموزگار مکتب بین المللی کانتاکت غالب گرانت تشکیلات EWB طیبه خان آخونووا ادامه یافته. آموزگار توانست دقت همکسبان خویش را به استفاده نوآوری‌ها و تکنولوژی معاصر جلب طالب علمان برای اشتراک در المپیادها، تقویت و تشکل دادن سطح زباندانی خوانندگان جلب نماید. مورد به ذکر است که آموزگار نوآور و ایجادکار طیبه خان آخونووا بعد ختم مکتب میانه به فاکولته زبان‌های خارجی دانشگاه دولتی به نام اکادمیک باباجان غفورov شهر خوجند داخل شده. آن را با اختصاص آموزگار زبان انگلیسی و با دیپلم اعلی ختم کرده است. در کورس‌های تکمیلی اختصاصی آموزگاران زبان انگلیسی که از طرف سفارت آمریکا در تاجیکستان تشکیل شده است اشتراک نموده صاحب سرتیفیکات شده است. من بعد آموزگاران مکتب بین المللی کانتاکت میس بتون هران و شهنازه ایشانووا با برابر تاکید ضروریت و مهمیت آموزش زبان‌های خارجی با استفاده از مواد عیانی، بازی‌های شفق‌آور و وسایط تکنیکی دایر به مسائل مبرم نظریه، عملیه و متدیکای تعلیم و تدریس زبان‌ها از جمله انگلیسی و امکانات‌های خوب زبان‌آموزی در این بارگاه معرفت اندیشه‌هایشان را بیان داشتند. باعث قید است که در مکتب بین المللی کانتاکت شرایط سازگار معاصر برای علم آموزی فراهم گردیده روند تعلیم با استفاده تکنولوژی‌های نوترین تعلیمی که به بلند برداشتن صلاحیت‌ناکی عملی و ملکه‌های همه‌جانبه خوانندگان نگرانیده شده است راه اندازی می‌شود. خوانندگان در روند تحصیل از جمله آموزش عمیق زبان‌ها به طور وسیع از کامپیوتر، تخت الکترونی و کتابخانه الکترونی ثمرناک استفاده می‌برند. در دایره سمیناری آموزشی همچنین اصول‌های مختلف تعلیم و مسائل مهم روند آموزش مورد بررسی قرار داده شده‌اند. در آخر به شرکت‌داران سمینار سرتیفیکات و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. Hello, my name is Hassan Rahim. I am a teacher of English and music in Contact International School, English Without Borders. Thank you so much for such a wonderful workshop for these 2 days, 9 and 10 January in our school, Contact.
I really learned so much from this workshop, and I truly believe that we can practice and use all the tools that we gave us in our workplace. And I really liked a lot the critical thinking part of the workshop. Thank you so much.